بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز و گرامی، امروز جمعه برای من کلیپی رسید که یکی از مولوی ها در روز جمعه در فاریاب در خطبه یا در صحبت جمعهش حرفه هایی میزنه در مورد سلفیت. واقعا من این رو که دیدم برای من تأسف آور بود دوستان عزیز، که یعنی چطور یک آدم روی منبر قرار میگیره و چون این حرفه های هرچی که به دهانش میایه میگه. من اجازه بدید که دوستان عزیز ویدیو رو برایتان نشر کنم، ببینید، با هم دیگر ویدیو رو مشاهده میکنیم و بعد از اون من انشاءالله پیرامون این ویدیو صحبت های تعلیق کوتاه خواهم داد و با هم دیگر خواهیم شنید انشاءالله. این حکومت اسلامی یک خوبی دیگه داره که ضد سلفی است. اینمی سلفی هایی که امت مسلمه را پارچه پارچه نکردن، اولادهایی که پدرای خود مشرک میگفتن. پروژه امریکا بود، میادتون باشه، در منبر میگفتن که مردم این سلفی ها بچه اندرهای خارجی هاست. نمیگفتم بار بار شوینده باشین از من چیسته یک بیوه را کسی که میگیره با او اولاد داشته باشه، بیوه قبل از اینکه او عروسه او بیوه را در خانه داماد بیارن اول بچگکاش رای میکنن. من میگفتم که امریکا پیش از آمدنش بچندرها خود روان کرده سلفی ها را. حالا که امریکا رفت بچندراش هم از پوشش میره بیغم باشه. خدا انیتو حکومت نصیب کرده که ضد سلفی هاست. یک نظام محکم شد محکم نشده، اینا را باز میفهمین که چطور جزا میدن. صبر. ببینید دوستان عزیز، همینجا باشه تصویرش. ببینید دوستان عزیز و گرامی، این میگه که سلفی ها بچه اندرهای آمریکایی ها بودن. گرچه من نمیدانم که این آدم هدفش از سلفی ها همون افرادی که در همون یعنی منطقه خودش، در همون ولایت خودش یا افراد دیگری، یعنی افرادی که دوره بر خودش هستن، هدفش اونهاست، یا به صورت کلی در مورد سلفیت در افغانستان داره صحبت میکنه. اگر افراد خاصی هست که من کاری ندارم، شاید کسایی بودن که آدم را اذیت کردن یا خرج و مخارجش را کم کردن، پول جیبش را کم کردن، خلاصه خیرات و صدقات را کم کردن، به سرشان عصبانی، اون بحث جداییه. ولی اگر به صورت کلی این آدم داره صحبت میکنه از یک مقام یک عالم، مقام و جایگاه یک عالم، من نمیدانم که مقام و جایگاه علمی این چقدر، شاید شاگردایش ببینن، شاید خودش ببینه، عصبانی نشو. من تو را نمیشناسم ولی از حرفه هایت من دارم قضاوتت میکنم. اگر به صورت کلی داری سلفیت را صحبت میکنی، خب یک اشتباه بزرگ داری انجام میدی. من نمیدانم تو از کدام یعنی منفذ و از کدام کانال این حرفا را میگی. سلفی ها مردانه در برابر استعمار استاد شدن، مردانه در برابر آمریکا استاد شدن. من نمیدانم اگر منظورت سلفی های درباری است، اونهایی که به نام سلفی و درباری هستن، که این غیر ممکنه، یعنی یک سلفی درباری باشه. حالا درباری تصور کن که وجود داشته در میانشان و هست، طبیعی است کسی خودش را منتسب به سلفیت بکنه و یک آدم درباری باشه، هدفت اونها باشن. اگر اینطور باشه، خب در میان کسایی که تو به اونها اهل مذهب میگی، کسایی که خودشان را منتسب میکردند و منتسب میکنند به مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله در باب فقه، خب خیلی ها در داخل ارگ بارها ما اونها را دیدیم، حتی برای آنها معینیت باز کردن، برایشان ارزش دادن، دوره بر حکومت قبلی میچرخیدند، معاش میگرفتند، برایش مشروعیت میدادند و الی آخر. اگر قراره که از این باب تو اونها را بکوبی، خب باید اینها را هم بکوبی. باز میگی که حکومت اسلامی آمد و اگر حکومتی که تو میگی با این قضیه برخورد بکنه که واقعا یک حماقت بزرگ انجام میده، اگر تو سخنگویش باشی، که من یقین دارم نیستی، سخنگویانش رو من تا حدی که یعنی حرفایش رو شنیدم، انسانهای محترمی هستن، انسانهایی هستن که حداقل شاید سرشان به این قضایا باز بشه، مانند تو نباشن اینطور که والله اینها آمدن با سلفیت را به جایش می نشان. این مزخرفات چیه که داری میگی؟ مرد باش، بیا به حضور همه، بیا بحث و گفتگو بکن. دردت چیه؟ دردت چیه؟ از کجا سوختی که اینطور ناراحتی
که والله اینها بیاین سلفیت را فلان میکنن و این میکنن و آن میکنن، اینها را آمریکا آورده. چرا نگو؟ این مزخرفات روی منبر رسول الله، این حرفا دروغ، تزویر، داری به همه داری توهین میکنی که اینها را آمریکایی ها آورده. الله المستعان. همین هایی که جانشان را دادند، همین هایی که در داخل زندان رفتند، تو اینها را میگی که اینها طرفدار آمریکا بودن و اینها را آمریکا آورده. والله عجیبه، من تعجب میکنم که از کدام کانال داره این آدم صحبت میکنه. یعنی و خدا در داوره، یعنی حقیقتا در داوره. اجازه بدید که ادامه صحبتهایش رو بشنویم. شما شکر بکنید که اینا دشمن مسلمانان بود، پروژه امریکا بود، پروژه خارجا بود. در وطن تنها مذهب حنفی میچله، دیگه مذهب نمیچله اینجا. لیکن 20 سال توسط امریکا چلید، بازم زحمت کردیم ما شما، خداوند شما مسلمان را خیر بده. لیکن ایتو میشه که اینا مکمل از پشت مادرای خود میرن. ادبش رو ببینید، ادبش رو ببینید. اینها پشت مادرانشان میرن و خلاصه اینها را سرکوب میکنیم و اینها 20 سال آمدن و تنها مذهبی که در اینجا هست مذهب امام ابو حنیفه است. ای کاش تو حنفی هم باشی، به خدا قسم. ای کاش تو در عقیده و در باور و در فقهت واقعا حنفی باشی. باز هم ما با تو مشکلی نداریم، کسی با تو مشکلی نداره. امام ابو حنیفه رحمه الله نور چشم ماست. ای کاش شما همین باشید. نه، مشکل اساسی اینه که شما این را برای خودتان یک سپر قرار دادید. امام ابو حنیفه و این نام حنفیت و اینها را سپر قرار دادید برای توجیه کردن خرافاتتان. حتی یک کسی که حنفی 100% باشه، با این خرافات شما همراه نباشه، با طرز تفکر همین ملا برابر نباشه، به خدا قسم تاپه وهابیت و تاپه سلفیتی که این آدم میگه بر پیشانیش زده میشه. مگر زده نشده؟ کم از علمای حنفی، علمایی که زحمت کشیدن در باب عقیده، در باب فقه و گفتن واقعا بیایید حنفی باشید، کم تاپه ها بر پیشانی آنها زده شده؟ باز این چی ربطی با آمریکا و این و آن داره عزیز من؟ چرا دارید خلط موضوع میکنید؟ مردم را میشورانید بر علیه یک فکر و بر علیه یک اندیشه‌ای که اساسش برگرفته از کتاب خدا و سنت صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلمه. چرا دارید اینها را شعله ور میسازید؟ اگر شما واقعا مرد هستید، واقعا راست میگویید، خب در یک فضای علمی بنشینید. اگر اختلافاتی داری واقعا حل بساز. این تهدید و تهدید بازی ها روی منبر رسول الله چی معنا داره؟ که اینها آمریکایی ها آوردن و آمریکایی ها اینها را میبرن، یعنی چی؟ چی میگی تو؟ چی داری میگی عزیز من؟ در کنار اشغالگران از هر طایفه و از هر گروهی بودند. چشمت را باز کن. و این شکست دموکراسی نتیجه زحمات امثال تو نبوده که تو فکر کنی که فقط تو بودی که اینجا روی منبر نشستی و به علیه اشغال صحبت کردی. ما خیلی بزرگتر از این صحبت کردیم. افراد مانند من خیلی بزرگتر و سطح بالاتر رسانه های جهانی صحبت کردیم. این را از این باب نمیگم که من بر تو منت بگذارم یا بر کسی دیگر، وظیفه ایمانی و اسلامی من بوده. ولی تو حالا بیای به من یا امثال من بگی که اینها نمیدانم اینها را آمریکایی ها آورده و مادرشان آمریکایی هاست. مزخرف میگی دیگه، توهین میکنی به همه. من نمیدانم مشکل اساسی تو اگر با فرد خاصیه، با افراد خاصیه، خب همون افراد خاص را نام بگیر. اما تو داری روی یک منهج درست و صحیح و صاف و پاک داری چنین چرندیات میگی. همه را متهم میسازی، همه را متهم به نوکری میکنی، همه را متهم برای تایید به هر حال اشغال و اشغالگری میکنی. کمی منصف باشید، عقل و شعور داشته باشید. من خواهش میکنم از کسانی که اینها قدرت را به دست گرفتن و یا به دست میگیرند با همچون افراد برخورد بشه. دهان اینها را بسته بکنید. اینطور نگذارید که هر کس هر چی دلش میخواد و راجی بکنه، هر کس دلش هر چی میخواد بگه. من نمیدانم تو چی کار هستی، به خدا اگر برای من مهم هم باشه که تو چی کار هستی، چقدر سطح سوادت هست، اما از این حرفایت مشخصه که چقدر سواد داری.
چقدر دانش داری؟ عقده‌ای چرا صحبت میکنی؟ چرا توهین و جسارت میکنی به یک فکر، به یک اندیشه؟ اونی که با تو مشکل داشته و آبا و اجدادت رو مشرک گفته، اون برو با اون مشکلت رو تسویه بکن. اما تو داری یک منهج رو داری میکوبی. میفهمی این رو؟ افراد خاصی را نمیکوبی، بلکه یک منهج را داری میکوبی. جزاکم الله خیرا دوستان عزیز. این ویدیو را برخی از دوستان به من فرستادن، واقعا ناراحت شدم. یعنی لحظه اول که من گوش کردم، دقایق ابتدایی این چرندیات را شنیدم، یا الله این چی میگه آخه؟ این چی ربطی به آمریکا داره؟ چی ربطی به استعمار داره؟ نمیدونم اینها فرزندان آمریکا هستند. نکنید از الله بترسید، نکنید از الله بترسید به خاطر توجیه خرافاتتان، به خاطر توجیهی که من نمیدانم، یعنی عرض میکنم چون بعضا متاسفانه چون خرافات پرستند این لقب ها را به دیگران میدن. هر کس که مخالفشان باشه، حتی مخالف حرف استادش هم حرف بزنی، به تو یک تاپه میزنه و تو را تاپ زده روانه. خلاص بر اساس همین تاپه، مانند بعضی از تکفیری ها که تو را اول تاپه میزنه، بعد تکفیرت میکنه و بعد تو را میکشه، از بین میبره. این کارها را نکنید دیگه. این منهج نادرستی، غلطیه. کمی هوشیار بشید، زیرک بشید. هنوز هم میخواهید که با عقول مردم اینطور بازی کنید و خرافاتتان را اینطور توجیه بکنید. الله هدایتتان بکنه. جزاکم الله خیرا. در حفظ و پناه الله متعال باشید. الله متعال یار و مددگارتان باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.